احساس کردم واقعا نیازه واسه بینیم یه چیزی بگیرم دیگه. الان تو فرودگاه از داروخانه یه دونه قطره گرفتم چون تجربهشو دارم توی دبی، دقیقا به خاطر همین جلوی کولر بودن و اینا با سر خیس سرمای خوردم، با تب 40 درجه میرفتم سر عکاسی دیگه. الان هیچ علمی ندارم، فقط بینیم کیپ شده ولی خیلی اذیتم میکنه، اصلا نمیتونم نفس بکشم. میرفتم یه دونه قطره گرفتم. بچه واقعا چه میشه؟ اصلا حتی نمیتونم صحبت کنم، اینقدر خستم. اصلا یه چیز عجیب. خوبال و فرودگاهی که رسیدم اسمش دامان بود و تا خوبال 1.5 ساعت راه بود. من کل راه خوابیدم، برام واقعا 30 ثانیه گذشت. کل راه هم از ریاض تا همون دامان تو 1 ساعت هم توی فرودگاه برام، توی هواپیما برام 30 ثانیه گذشت. این خونه جدیدم به مدت 2 روز. اینجا خیلی بیشتر حالت آپارتمان چیز سویت تور داره، بیشتر وایب خونه میده، میدونین، تا هتل. و اینکه قشنگه. وای امیدوارم سرما نخورده باشم. من خیلی به هوای سرد و کولر حساسم، خیلی، اصلا بیشتر از آدم نرمال. البته خدمتتون عرض کنم که هوا 38 درجه بود. و ببینید تو فرودگاه سردم شد، توی چمدون کریانم لباس داشتم. وای ببخشید. نگاه همه رو همینجور رو هم پوشیدم. ما زیر اینم یه دونه تیشرت دیگه تنمه، بعد زیر این لگه هم باز یه لگه دیگه تنمه و من واقعا هنوز دارم میلرزم از سرما. وای واقعا بعد از 3 روز راحت خوابیدم. خیلی وقت بود درست نخوابیده بودم. بهترین خواب زندگیم بود قشنگ. سلام، من دارم سعی میکنم خودم از حال بدم اوکی کنم، چون از این آدمای تلقینی هم که کافیه به خودم میگم چقدر احساس مریضی میکنم همونو میافتم، یعنی میشناسم خودم. بنابراین دارم خودم رو از این حال نجات میدم. میخوام برم یه کوچولو قدم بزنم. بچه ها خوبار واقعا خوشگله، واقعا خوشگله، یعنی من باورم نمیشه. من چی فکر میکنم از عربستان چی شد؟ کاش من چند تا مثلا درخواست میگردم برای روز آف، یعنی بخوام روز آف داشته باشم بین پروژه هام، بعد از قبل از اومدنم ازشون درخواست میکردم مجبورم که برو بابا بچه بازی، من روز آف میخوام چیکار، زودتر برم تمامش کنم بره. کاش درخواست میرفتم میگشتم. حالا امروز عکاسی ساعت 2 شروع میشه، فردا هم یه دونه عکاسی دارم فقط بعد تایم وسط روز، یه ذره صبح میکارم، یه ذره بعد از ظهر میکارم. این 3 تا فرصت رو دارم واسه گشت و گذار، الان، فردا صبح، فردا بعد از ظهر. Let's go. یه چیزی که راجع به اینجا هست، توی اینترنت داشتم سرچ میکردم ببینم کجا برم، اکثر جا تا 4 بعد از ظهر باز میشد. منم حالا ترسیدم، گفتم سردمه و سرما تو تنمه، نگاه چی پوشیدم، بعد زیرش 2 تا تیشرت هم تنمه، دارم گرما میپزم. وای هیچی اینجا 2 روزم، 2 روز قرار بمونه، وگرنه از این رستورانای بولی بغل خونمونه میتونم اینجا غذا بخورم، ولی کورنیش هم جایی که قرار برم پر رستورانه. من که میدونم سر از برگر در میارم، واسه خودم دارم غذای هلسی بازی در میارم. اینجا اینه که خیلی هیزن، بعد نگاه میکنن و تازه از یکم میکاپ آرتیست شنیدم که اینجا هم مثل ما با ماشین یا بغل ماشینت مثلا میخوان ازت شماره بگیرم. مثلا فکرش هم نمیکردم اینجوری باشه. مثلا اندرز دور خودمون چجوریه مثلا دختر پسر، اینجا هم اونجوریه. قسمت عجیبش اینه میکاپ آرتیستی که بهم گفت این داستانو تو خیابون پوشیه میزنه و داشت میگفت امروز یه آقای مزاحمش شده بود تو خیابون، این دنبالش کرده بود. آخه چیو دقیقاً دیده؟ اصلا این فکر نمی‌کردم. خلاصه الان مثلا بگم من نگاه چقدر پوشیده، سر تا پا مشکی، مثلا توی گرما دارم میپزم، ولی چون
تنگه خیلی بد نگاه میکنن، یه ذره معذبم. راستی نمی‌فهم خبار دریا داره، مثلا من انقدر خوشم اومد. من عاشق شهرهای ساحلی ام. بچه‌ها من رسیدم جایی که من میومدم خیلی بده، وسط چیزه، یعنی خیلی اونجوری که فکر میکردم نیست اصلا. بعد این پارکه اصلا خب من تاکسی گرفتم اومدم سالت، البته کلا 3 دقیقه راه بود ولی پیاده نیم ساعت. خیلی خوشمزه است. وای من گفتم سر از برگر در میارم، واقعا هم سر از برگر در میارم. وای خیلی باد میاد، اتفاقا دیدم که باد میاد واسه همین سویشرت پوشیدم. بچه غذام اومد، خیلی خوشمزه است برگرهای ساز، خیلی دومین عکاسی من تقریبا داره تموم میشه، یعنی هنوز عکاسی شروع نکردم، منظورم دومین پروژمه و اینکه امروز خدا رو شکر ساعت 10 تموم میشه کارم. فکر کنم شام بتونم برم بیرون. فردا هم ساعت 7 تموم میشه و تصمیم گرفتم که فردا رو اختصاص بدم به یک کوچولو رسیدگی به خودم. گفتم برم اسپا، هم ناخونم رو درست کنم چون ناخونم شکست. مثلا این فردا کنم یکی از سالن‌های خوب اینجا ببینم چی شده. به قول عربا خلاص تموم شد عکاسی روز اول در خبار و از اونجا که بیماری دارم به اسم هیجاب بند نمیشم، فکر کنین چندین روزه هی از خدا میخوام من یک روز محض رضای خدا عکاسیم سر موقع اصلا تموم شه، نه دیرتر، چون اصولا تا 11 باید باشه ولی همیشه تا 1 طول میکشه. حالا از این ور کلی مشکل پیش میاد که تا 1 طول میکشه. امروز 11 که تموم نشد هیچ، 10 قرار بود تمام بشه، تازه 9:55 تموم شد. یعنی من قشنگ کلی تایم برای استراحت دارم، اما قرار نیست از این تایم برای استراحت استفاده کنم. قرار برم بیرون با اینکه خیلی خستم و احساس سرماخوردگی میکنم و کم بود خواب دارم. شاید بهتره استراحت کنم، نمیدونم، ولی خب قطعا میرم بیرون. داستان همون برگر است که بهتون گفتم من میدونم از برگری سر در میارم، من نه از بیرون سر در میارم. خدا نگهدار. بچه ها این کافه رو توی تیک تاک پیدا کردم، خیلی دوستش دارم. قطعا باید بدونیم که من خیلی به چیزهای وینتیج علاقه دارم و اینجا کلی چیز وینتیج داره، هم برای فروش هم حالا دکور کافه است. اصلا یه چیزایی دیدم، اینو نگاه کنید، این سیدی سیندرلاس اصلی و قدیمی. اینجا کل سیدی و آلبوم‌های قدیمی داره، یه سری فیلمه. اینا رو که نمیدونم نمیشناسم. وای یعنی اگر دکور خونم اون چیزی بود که دوست داشتم، یه تیکه رو کلن از این چیزا میذاشتم، دوربینای قدیمی، گرامافون میذاشتم، سیدی همینجوری یه تیکه‌ش هم کلن سیدی میچیدم. اینو سیدی قدیمی فرندز، یادتونه قبلا سوپرمارکت ها سیدی های این شکلی میفروخت؟ 2000 تومن بود یادمه. یادش بخیر. خب بچه بهم گفتن که غذا تموم شده، یعنی یا ابوالفضل نمیدونم چرا میترسم، در صورتی که خیلی اینجا امنیتش بالاست، ولی از اونجایی که خیلی بد نگاه میکنن همش احساس ناامنی چیزی دارم، ناامنی نگاهی دارم. گفتن که اونجا غذاش تموم شد، حالا دارم دنبال رستوران میگردم اینجا ببینم که اگه رستورانی پیدا کردم که غذا داشته باشه برم اونجا. و این چه باحاله، اینجا میشه رو زمین غذا خورد، ولی خوشم نمیاد از اینجا، فکر نکنم برم اینجا رو. خب من دارم میرم، همینطوری دارم میرم ببینم چه رستورانی پیدا میکنم. یه ذره میترسم، نمیدونم چرا، حالا جایی که هستم یه ذره حس میکنم اون مدلی نیست که مثلا جای زندگی باشه پر مثلا کافه و رستوران و اینا باشه که مثلا تا دیر وقت باز باشه. اتفاقی که افتاد اینه که
راننده تاکسی موقع پیاده شدن به هم اینو داد و گفتش که این برای ولکام، کادوی ولکام و اینا، داخلش ماگه و من همینجور موندم. بذارید نشونتون بدم چیزی که به هم داد و داخلش ماگه نوعه، یعنی منظورم که همین برند چیزی هم هست روش زده، یعنی ام، یک دوم ام نصف ام، یعنی کاملا. من اول فکرم برای یه نفر، وای اولش چقدر بهم برخورد، فکرم برای مثلا یه مسافرش بوده جا مونده داره میده به من جوری که من ماگ میخوام چیکار، آقا خجالت بکش. بعد گفت نه این هدیه است، ولکام و خوش اومدی و از این حرفا. چون تو ماشین کل راه داشتم آمارم ویدیو کال صحبت میکردم، داشتم فقط راجع به عربستان صحبت میکردم، قشنگ فهمید. بعد من گفتم اوکی ممنونم دیگه، مثلا دیگه ادب حکم کرد قبول کنم دیگه، قبول کردم. ولی راستش بخوای یه سری دارم فکر میکنم توی این دور زمونه خیلی آدم باید محتاط باشه، هرچند که نباید آدم چاستیشو داشته باشه، نمیدونم نسبت به همه چی بی‌اعتماد باشه، ولی خب واقعا ادب حکم میکنه که آدم یه کوچولو احتیاط بکنه. میتونه هر چیزی داخلش باشه، میتونه چیز جاسوسی باشه، مثلا چون داخلش یکی چیپ کار گذاشته باشه، مثلا چه میدونم اینجوری باشه، میتونه اصلا تروریستی باشه، میتونه توش بمب باشه، مثلا داده باشه من میخوام بمب بتره کنم، میتونه یا اول فرض نکنم واقعا توش بمب. بچه‌ام خودم میگم خودم میترسم، یعنی همیشه همین جوری. اما یهو مثلا به یه چیزی فکر میکنم یهو ذهنم چیزی که چرت و پرتی که ساختم و بهش فکر کردم و جدی میگیره و سکته میکنم. فکر کنم بهتره که این محله برم، یعنی برم تاکسی بگیرم برم فلان یه جای دیگه، برم مثلا نگاه کنم کجا خیلی جایی که شبش شلوغ‌تره. وای نگاه همه جا تعطیله، خیلی ترسناکه. بچه من واقعا فوبیا جای تعطیل دارم. آخه داستانی هست، حالا دیگه حوصله نمی‌کنم تعریف کنم، ولی بچگی فوبیا یه چیزی تو درونم، یه خاطره‌ای دارم که از اون موقع باعث شد از جاهای تعطیل، میدونین حتی مغازه تعطیل، آقا اینا این مغازه تعطیله، نگاه کنم سکته بکنم. خب بچه اومدم اینجا و شاید باورتون نشه من دوباره قرارم ارت کافه همون جایی بود که توی چیز رفتم، توی ریاض رفتم. من از یه رستوران ایتالیایی سر در بردم و واقعا انگار بمب زدن و همه مردم از شهر فرار کردن، هیچ کس اینجا نیست. البته که کلا این ساعت دیگه هم رستوران میبنده، ولی دیگه اینجا سر در بردم. ای کاش که تو تایم شلوغی اینجا بودم، چون قشنگ معلومه جای خیلی باحالیه. وای به نظر میاد که خیلی خوشمزه باشه، ولی ای کاش واقعا تنها نبودم. این بحثی نیست که مثلا بخوام با کسی اومده باشم، ای کاش چند نفری هم اینجا نشسته بودن و ای کاش از واژا نگیرم، چون خیلی به نظر میاد پر کالری باشه. او مای گاد. روز دوم در خوببار. چقدر کتابی وای. روز دوم در خوببار. روز دوم تو خوببار دارم میرم سر کار. پروژه امروزم توی شهر خوببار روز دوم کاریمه. امروز توی استودیوه که خیلی کم پیش میاد اینجا عکاسی ها توی استودیو باشه. اصولا همونطور که نشونتون دادم یا توی هتل برگزار میشه، یعنی یا توی هتلی که خودم هستمه یا توی هتلی که حالا آرتیست در واقع بوک میکنه برگزار میشه. اینجا یه کوچولو نشونتون بدم، البته از خودم ندیدم. تازه الان فقط هیر استایلیست اومده و اینکه فکر کنم هر قرار ماما انجام بدم قطعا. بعدش میریم در میکاپ و فکر کنم عکاسی عروس باید باشه. بچه چیز جالبی که اینجا عرب ها خیلی بهش علاقه دارن این عودایی که بو داره و حالت عطره، یعنی مثلا به عروساشون اینجوری به بدنشون میزنن که بدنشون خوشبو بشه اینجوری با این عودا. بوش هم بخوام بهتون بگم تقریبا بوی عطر عربی میده. میکاپ
میکاپ آرتیست امروز اون چقدر خوشگله. My best model. Oh, I want my makeup artist. You look like doll, seriously, like a real doll. You Şöyle bir baby. armsak. Thank you. So beautiful model. Thank you I so love it. much. She looks like she's a makeup artist, but she looks like models. You model and amazing and everything good. Thank you so much. بچه پروژه امروزمون تموم شد و تقریبا میشه گفت دیگه روز آخرم تقریبا که روز آخرم تو خوبار. امشب میرم جده. Yeah, you don't understand. I'm just saying that today is my last day in Khobar. Tomorrow I'm going to Jeddah. So yeah. دارم میرم پروژه بعدیم. نیم ساعت وقتم غذا بخورم همونجا هم همون بکنم. بای. عکاسی بعدیم توی سالن زیبایی بود و برای اینکه تایم نداشتم بهم گفتن که نمیخواد بری هتل، بیا اینجا ما خودمون تو سرشور موهاتو میشوریم و موهای منو ترکوندن. وای دوست دارم بزنمشون. سرم درد گرفت. کاش خودم میرفتم خونه موهامو شستم. موهامو تو سرشور شستم. تو سالن دیگه تو سرشور شستم. در کل خیلی سالن بدی بود، اصلا باورتون نمیشه، ولی میکاپ آرتیستش اصلا خیلی اعتماد به نفس داشت. از من یه همچین تیک تاکی برای همچین میکاپی خواست. Hello. It's over. I told my wife. Who is this? خدا شاید میکاپش به این موزیک بیشتر میاد. گل منو اذیت نکنی جاشو سر نکنی بعد من دیگه کسی سمتش نیاد دیشتو خوش نکنی نفسمو قطع نکنی بارونو خبر نکنی بعد من اگه دلش تنگ میشه زیاد بچه ها داستان ما با خوبار به پایان رسید. البته هنوز کامل نه، یه چند ساعت دیگه به پایان میرسه. آخرین روزم هم تموم شد، یه روز کارم تموم شد. برم وسایلمو جمع کنم بشینم تو رستوران پایین. چشمام نمیبینه یا علی. بچه ها من رسیدم جده. من تو فرودگاه منتظرم چمدون بگیرم. اینقدر سردم، اینقدر خوابم میاد، اینقدر خستم، اصلا دارم با خیلی جدیم، خیلی یعنی اصلا شوخی نمیکنم. دارم فکر میکنم چمدونم واقعا نیاز دارم، اگه نیاز ندارم برم، چون این ماسمسکه هنوز روشن نشده. اصلا نمیتونم. خیلی شرمندم ولی از اینجا بعد ولاگ همش قوره. چرا هر دفعه هتلم داره زشت و زشتر میشه؟ 3 شبم اینجام. این چیه؟ وای خیلی خوابم میاد. اصلا حوصله واقعا توقع همچین چیزی نداشتم دیگه. اینقدرم جاش بد بود. بدترین منطقه ممکن. همه هم مرد. اصلا یه نفر حالا خوبه الان صبح من هنوز یعنی 4 صبح نفهمیدم، ولی همین 4 صبح فهمیدم قشنگ منطقهش از این منطقه کاریه که همه مردم و همه هم نمیخوام نجات پرست بازی در بیارم، ولی همین مثلا نمیدونم چجوری بگم، بیخیال. کلا منظورم که جاش خوب نیست اصلا. مورنینگ. الان میبینیم در شهر متفاوت با بک‌گراند متفاوت و هتلی که سبکش هم متفاوته. راستشو بخواین رو نشد که به ایجنسی تکس بدم بگم آقا این چه جاییه، چون واقعا انقدرم آدم چیز روک و مستقیم نیستم. فقط بهشون گفتم اینجا سیفه دیگه، مثلا اینجوری بهشون گفتم. بعضا معذرت خواهی کردن، گفتن که ببخشید همچین جایی برات گرفتیم و اینا، به خاطر فرمول 1 همین مسابقات فرمول 1 هست توی جده است. دیدم تو فرودگاه پر پوستر و چیزای بیلبوردهای فرمول 1 بود. خلاصه به خاطر فرمول 1 نشد دیگه که یه جایی نسبتا بهتر بگیرن، هرچند که توقعی من ندارم که مثلا یه هتل خیلی خفن یا بهترین هتل اینجا رو بگیرن، چون سفر کاریه و سفر کاری خب باید
فوکوس واقعا روی کار باشه و یه پولی که دیگه داریم بالاخره با هم در میاریم با این آژانس، یه پولی که داریم با هم در میاریم و یا مثلا من بخوام بهشون بگم چرا بر من پرواز بیزنس کلاس نمیگین، چرا اینو نمیگین، خب به اون بنده خداها چی میرسه، دارن رو من سود میکنن. ولی خب دیگه همچین جایی هم ندیگه خدایی. میدونید حالا بعدم نشد که همچین جایی رو گرفتن، یه ذره تفاوت پیدا کرد. همش هم مثلا جاهای یک سبک و شبیه هم و اینا، نمیدونم یه چیزی درون من وجود داره. آیا من عادت دارم خودم رو قانع کنم به اتفاقات بدی که میفته، این مثلا میگم تو که حالا مثلا بهتر شد و اینا، یا واقعا اینجوریم، یا دارم الکی فیلم بازی میکنم؟ چون برای شما فیلم بازی نمیکنم، اگرم دارم فیلم بازی میکنم برای خودم هم دارم نقش بازی میکنم، خودم دارم گول میزنم که آره بهتر حالا تفاوت پیدا کرد. کاش اینو بفهمم. احتمالاً یه چیز روانشناسی که ریشه در کودکی داره. اگر شما میدونید اگه روانشناس هستین لطفاً به من دایرکت بدین و کمکم کنید که من آیا مشکلم منه که دارم خودم رو قانع میکنم یا واقعا آدمیم که سریعا وقف پیدا میکنم با شرایط. چون اوکیه دیگه، حالا چه چیزیه؟ بدم نیست که، یه ذره حالا خوب نیست ولی بدم نیست. نشونتون ندادم دیشب، بذار نشونتون. خیلی هم حالا میدونین حرفی برای گفتن نداره یا ولی چرا سطل آشغال رو نشونتون دارم. اوه بچه اینجا رو نبینین دیگه، نیایش مسی، نیایش شلخته. این شما و اینم عکاسی اول در جاده. گل منو اذیت نکنی، چشم سر نکنی بعد من بچه‌ها باورم نمیشه، میبینین دیگه. اولش اینجوری بودم که آخ جون یه سوژه دارم بیام براتون ویدیو بگیرم حسابی مسخرهش کنم، ولی خدای دلم میسوزه، خیلی دلم میسوزه. شاید مشتری مخصوص خودشو داشته باشه آخه، ولی خیلی زن خوبی بود، خیلی. بچه باورتون میشه با بیوتی بلندر خوش، با بلندر خوش اینا رو اینجوری کوچولو اینجوری بلند کرد. اینجا رفتم عکاسی دومم، بعد میکاپ آرتیست اصلا زبانش خوب نبود و من دراز کشیده بودم، هی می‌خواست بگه چشاتو ببند، نمیتونست بگه close your eyes، بعد گفت sleep یعنی بخواب، و منم راستی کل عکاسی رو خوابیدم. بچه‌ها ترافیکی که میبینید برای فرمول وان یکی از بازیاش امشب فکر کنم 18 تا 20 اپریل. منم عکاسیم فکر کنم اونجا باشه. منم عکاسیم توی یکی از هتل‌های اینجاست. اصلا کلا خیابونا رو بستن، از یه قسمت به بعدش رو تاکسی پیاده شدم، دارم پیاده میرم. اوکی پس من تو واقعا منطقه بدی از جده هستم. این خونم هتلمه، چون خیلی خوشگله اینجا. داشتم فکر میکردم وای مگه میشه، چقدر بده این شهر، درصدی که خیلی خوشگله خونه هاش. حقیقتا دارم فکر میکنم کاش میتونستم برم بازی رو ببینم، هرچند که من هیچ علاقه به فرمول وان ندارم، ولی خیلی دوست داشتم برم. دارم این همه لباس رو میبرم خوشویی و هیچ کیسه‌ای ندارم لباس رو توش بذارم. خوشویی هم نزدیکه، دارم همینجوری میرم. خیلی زایه است و در ادامه بهتون میگم دارم کجا میرم، که یعنی چرا بیکارم و کجا دارم میرم. و امروز روز دوم توی جده است. من ساعت 2 ظهر عکاسیم شروع میشه و تصمیم گرفتم که تا 2 برم مثل همیشه یه جا رو ببینم، ولی این دفعه نمیخوام برم جاهای نمیدونم تاریخی و گردشی و این سبکی ببینم. میخوام برم یه کافی شاپ بهش میگن آرتی کافه، اسمش آرتی کافه است. اونجا میتونید برید شما آرت درست میکنید و کافیتون رو بخورید و واقعا از ته دلم عاشق اینجور جاهام و دارم میرم اونجا. بچه‌ها کافه‌اش اینجاست. خب بچه‌ها من رسیدم و خیلی طبیعیه که هیچ کس نباشه، چون اصولا این وقت از روز هیچ کسی از خونش بیرون نمیره توی عربستان و اینکه خیلی واقعا هیجان دارم. ببینید چقدر خوشگله اینجا. حالا دونه دونه همه جاشو بهتون نشون میدم. میتونم انتخاب کنم هم سفال یا میتونم سفال انتخاب کنم یا میتونم اون انتخاب بکنم واسه کار که من سفال انتخاب کردم. منو بردن اینجا گفتن یکی از اینا رو انتخاب کن. من گفتم نه خب من قطعا دوست دارم خودم درست کنم
بعد گفتن که اوکی پس 1 ماه زمان میبره. امروز کارایی چیزشو انجام میدی، امروز خودشو درست میکنی، 1 ماه بعدم بعد میتونی بیای رنگش کنی. گفتم نه من امروز یه روز آخرمه لطفا و از این حرفا دیگه. قرار شدش که امروز هر جوری هست انجامش بدم و با سشوار قرار خشکش بکنیم و رنگش هم انجام بدم. This the feel, this is soul. This the feel, this white gold. This the real, break the mold. This the feel, don't let go. This the feel, this is soul. This the feel, this white gold. This the real, break the mold. This the feel, don't let go. چه واقعا تجربه خیلی خوبی بود، خیلی زیاد. اصلا نمیدونی چقدر لذت بردم. هر کاری که میکردم انقدر بهم حال نمیداد امروز، با اینکه واقعا 10% اون چیزی نیستش که میتونم انجام بدم، یعنی قطعا خیلی بهتر از این میتونم درست کنم، ولی زمان که تایم ندارم تون کاری میخوام انجام بدم که فقط تموم بشه یه کاری میدونی ماسمالی میکنم با قول اصلا اونجوری که دوست داشتم نشد. ولی خب میدونی در کل حال داده. الانم دارم میرم یه رستوران فلسطینی که یکی از دوستام اینجا به معرفی کرد، دارم میرم اونجا غذا بخورم. نیم ساعت وقت دارم که برسم غذا بخورم، برم اونجا. فقط خوبش اینه که همون رفتم حاضرم، میکاپ آرتیست بیاد و میکاپ آرتیست از 2 میاد. خب بچه اینجاست یه رستوران فلسطینی که یکی از دوستام ریکامند کرده. این نوشابه مخصوص عربستانه، یعنی میدین سعودیه. بد نیست مزه کلا میده ولی یه ذره خوشمزه نیست انگاری. ببینیم که چیه این غذا. حالا اسمش هم بهتون میگم بعد رو بخونم. ولی من با برنگ سفارش دادم، گفتم رایس، احتمالا فکر کرده میگم فرایز، برام فرایز آورده. و باز هم گل منو اذیت نکنی، چشمو سر نکنی، بعد من دیگه کسی سمتش نیاد، چشمو خوش نکنی، نفسمو قطع نکنی. زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کردی. دوستم داشتی منو کشتی. من همین الان کاسیم تموم شد اومدم خونه و خیلی گشنمه، خیلی زیاد. گفتم که برم بچرخم توی همین اپلیکیشن غذا سفارش بدم. بعد گفتم خیال واسه غذا سفارش بدم. امشب اولین شبی که ساعت 10 شب کاسیم تموم شده و بهتره که فرصت استفاده کنم و برم بیرون و غذا بخورم. داشتم تو تیک تاک همینجا میگشتم که برم کجا پیدا کنم برم غذا بخورم. همینجا گوشو رفتم پایین سرچ هم کرده بودم جدا's نایت لایف که ببینم مثلا شباشان نایت لایفی نداره، ببینم حالا چی داره. نگو چه نایت لایفی داره. امشب تو عربستان سعودی جده جنیفر لوپز قرار اجرا بکنه. باورتون میشه؟ امشب که فکر کنم همین داره میکنن، داره اجرا میکنن و نمیدونم چرا خیلی دوست داشتم. اصلا یهو اصلا افتاد توی مغزم که تو باید بری. رفتم بلیط‌ها رو چک کردم دیدم نه اصلا به خاطر اینکه بعد افتر بازی‌های فرمول 1 قرار اجرا بکنه، این امشب و دیشب و فردا شب بازی‌های فرمول 1 چون افتر اون قرار پلی بکنه یعنی اجرا بکنه باید اصلا بلیط فرمول 1 داشته باشیم. کسی که تیکت فرمول 1 رو دارن میتونن بعدش کنسرت رو ببینن و اون که ندارم خدا رو شکر مثلا تموم شده بازی فرمول 1 الان اجراهای خواننده هاست و تو سایت رفتم نگاه کردم تو سایت هم کلا چیزی نبود. تیپیکال نیا قراره پاشه بره اونجا و بلکه بلیط پیدا بکنه. البته نمیدونم، میدونید با خودم فکر کردم گفتم که من میخوام برم بیرون غذا بخورم اطراف جایی که کنسرت و بازی هم هست، به خاطر اینکه حالا خیلی توریست اونجا زیاده، خیلی شلوغ و قطعا رستورانا برنامه‌های باحالی داره. تا اونجا میرم، اگه بلیط پیدا کردم وارد میشم، اگه بلیط پیدا نکردم میرم بیرون غذا میخورم. این تو که اصلا اشکالی نداره، ولی تو رو خدا دعا کنید منم بلیط بگیرم. They don't let me go. Can we get inside with the car? No car entry. No car entry? From where? دیوونه هم برای خودشون عالمی دارن دیگه. ما دیوونه ها البته. دارم میرم
اتوبوس بس سوارشم تا بتونم وای چقدر موهام بد شده حالا اتوبوس بگیرم تا اون قسمت کنسرت خیلی بزرگه اینجا و قرارم اتوبوس بگیرم. فکر کنید همه راه برم تا آخرش بگن خانم تیکتت کو. باورم نمیشه که دارم این کار میکنم. جدی دارم میگم، یعنی باورم نمیشه که من 2 ساعت پیش سر پروژه بودم و همش خدا میگم زودتر تموم شه برم خونه بخوابم. باورم نمیشه دارم این کار میکنم. بعد کنسرت جینیفر لوپز مثلا واقعا نمیدونم خواننده مورد علاقه‌ام نیست، ولی خب میدونید چون این خاطره همیشه بچگی داشتم باهاش همیشه تو ذهنم یه اسطوره است. همیشه از 3 سالگی میشستم میوزیک ویدیوهاشو یه موزیک هستش که Let's Get Loud اون موزیک هم مامانم تعریف کرد میگفت میشه ساعت‌ها با تلویزیون میدیدی و اداشو در میاد. خوش والا. Yeah, we're going. Jennifer Lopez concert. خب رسیدم، یعنی بعد بازی تیکه رو راه برم. حضرات ملکوتی استرس نزدیک شدیم. بچه‌ها بهم گفتن که از تو اپلیکیشن میتونی بگیری، ولی هر چقدر سعی کردم نتونستم وارد اپلیکیشنش هم. اینجا یه سری جاهایی هست تیکت بوست. What? I want to get ticket. Yeah, okay. وريني التيكت لو سمحتي. خب دارم میرم الان تیکت بگیرم و خیلی بد نگاه میکنم. باورم نمیشه، جدی دارم بهتون میگم باورم نمیشه. همیشه به خودم میگم آدم خوششانسیم، ولی نمیشه اصلا. نهر ما پدر سگ باورم نمیشه. من براتون تعریف کنم چی شد. یه جایی پیدا کردم که تیکت بوست بود ولی تیکت فروشی نبود، یعنی شما اگه تیکت داشتین برام میرفتین اونجا نشون میدادین. رفتم اونجا گفتم من تیکت میخوام، گفتش که خب بخوای چیکار کنیم مگه نداری؟ گفتم نه. اینا هی با کلی مثلا فلان و من و اینا رفت همکارش گفته خب بعد از تو اپلیکیشن بخری، بعد از تو اپلیکیشن بری توی سایت یا از تو اپلیکیشن اونجا بخری. رفتم تو اپلیکیشن دیگه نگاه کردم، هی دیدم نیستش اصلا، برای امشب نیست، برای فردا و پس فردا و اینا تیکت هست. من گوش بدم بهش گفتم که من نمیدونم کدومه، با اینکه فهمیدم نیست، حس کردم سولد اوت شده. بعدش گفتم که حالا کدومه، من نمیدونم کدومه، اگه میشه برای من مشخص کن من بگیرم. من دختر زیاد انگلیسیش خوب نبود، همینجوری نگاهی گفت همینه زده کنسرت همینه. منم دیدم این زده برای فردا، ولی گفتم دیگه خودش داره میگه اوکیه دیگه. نمیدونم مثلا حسم گفت بخر، با اینکه دیدم زده تاریخ فردا رو، یعنی ساندی زده، ولی خریدم به هر حال. بعد که خریدم بهش نشون دادم، گفتم وای بالاخره شد و بارکدو بزنید و اینا. خود همون دختره که به من گفت همینو بزن یهو نگاه که گفت ای عزیزم این که برای فرداست. منم چون عزیزم خودت گفتی، من خودتون گفتین که مثلا برای همینه و مگر من که نمیگرفتم، من کجا بدونم؟ هی گفت آخه عزیزم و اینا نمیدونم واقعا. بلیطای امشب کلا سولد اوت شده، اگه بلیطش مونده بود اصلا بهت میدادیم. سولد اوت شده واقعا و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و شرمنده. و دیگه گفتم خواهش میکنم. رفت یه پسره رو آورد، یه پسر زبانش خیلی خوبه. با پسره کلی صحبت کردم، پسره گفت واقعا دست من نیست، شرمنده، عذرخواهی میکنم، نمیشه، بلیطا سولد اوت شده. تا لحظه آخر قیمتش 2500 ریال هم بوده، ولی همونم سولد 2500 میشه 5 میلیون. گفت ولی همونم سولد شده، درستی که من بلیطی که برای فردا خریدم کلا 6 میلیون خریدم، ولی اگه مثلا می‌خواستم بلیط امشب بخرم بعد 5 میلیون پول میدادم که همونم با سولد شده بود. بعد دیگه هیچ چیزی کلی خواهش کردم،
گفت دست من نیست. یو اینو گفتم ببخشید خب قطعا دست شما نیست، دست یکی دیگه هست، یکی دیگه میتونه مثلا اوکی بکنه. رفت یه خانم رو آورد که دیگه مدیرشون بود. خانم اصلا بلد نبود انگلیسی صحبت کنه. دیگه خانومه رو آورد و دختر خیلی دختر خوبی بود و یه ذره دختر عذاب وجدان گرفت که به خاطر خب حرف اون شد که من اونو خریدم. یه ذره عذاب وجدان گرفت که هی با خانم صحبت که خواهش میکنم و فلان و میدونم تیکت نیست و دیگه اون بعد پسری که زبانش خوب بود کلی صحبت کرد، خیلی دلشون برام سوخت. یهو پسر همینجوری نگاهم کرد گفت خیلی خوش شانسی. گفتم چرا؟ گفتش که بلیتی که امشب گرفتی و برام من تو ایمیل کن برام، با بلیت امشب برات جابجا می‌کنیم، فقط صداشو در نمیاری. وارد اینجا هم شدی اصلا بلیت نشون نمیدی، فقط همین رو اسکن میکنی و از این حرفا خیلی سیکرت و این در گوشی با اون حرف زد، اون در گوشی با اون حرف زد. یهو بهم گفت کارو دوکیشو میتونی بری بابه. اینو باورم نمیشه که میگم اگه چیزی واقعا قسمت باشه، انگار واقعا قسمتم باشه. شما فکر کنید به خدا دارم جدی میگم، از سر پروژه اومدم خونه، تو کل راه تو تاکسی اینجوری بودم که خونه غذا اوردر بدم مثلا برم تا چه میدونم یه 4 تا کوچه اونورتر، حالا که ساده همه جالبیش و قشنگیش برام این بود که میدونید کاری به این نداشتم که مثلا کاری به این نداشتم که امشب به من خوش گذشت یا مثلا حالا چه اتفاقی افتاد. میدونیم بیشتر حس چی داشتم، حسی داشتم که الان جميع المواقف من نمیدونم کجا میرم. احساس کردم که الان نیایش کوچولو خیلی خوشحاله، چون بچه بودم عاشق جنیفر لوپز بودم و تمام این آهنگا رو میخوندم. خلاصه امشب شب نیایش کوچولو بود. بله پوست منو ترکیده. بعد از 20 تا عکاسی مشاهده میکنید روزای آخر. خب وقت خدافظیه با خونه سوممون. بچه‌ها من خیلی دیگه تحت فشارم به خاطر استراحت نکردن و نخوابیدن و همچین زندگی واقعا نمیتونم تحمل کنم. فقط هم 2 روز مونده، امروز و فردا دارم با قطار میرم مدینه، 2 روزم اونجا بعد برمیگردم. ببخشید من انقدر دستشویی رو به شما نشون میدم تو رو خدا ببینید زندگی منو. رسیدم هتل. ببینین جیسون برام چی کار کرده عزیزم. و یعنی همه جا سورپرایزم میکنه، همه جا، تو هر شهر و تو هر کشوری. و چون میدونه من عاشق لیلیومم برام یه دسته لیلیومم گرفته. وای من واقعا چی کار کردم خدای، واقعا من چی کار کردم تو زندگیم که همچین آدمی، واقعا انقدر همچین فرشته‌ای رو سر رام قرار دادیم. واقعا من لیاقتشو ندارم. میدونید بچه باید تمرین بکنم که بالاخره خب پیش بیاد. دارم تمرین میکنم، وقتی پیش بیاد بعد این لغات و این کلمات و این جملات رو بتونم استفاده بکنم. چه پوفی کردم تا ساعت 1:30 خوابیدم. 10 رسیدم، یعنی 10 تونستم بخوابم تا 1:30. و البته به خونه جدید من توی مدینه خوش اومدین. من میگم خونه نیست، این هتله، ولی خب برای شما خونه فکر کنید. خوش اومدین. اگه 2 تخت است فکر نکنید حالا واقعا جیسونی وجود داره. اول اگه جیسون وجود داشت 2 تا تخت اینجوری نمیگفتیم، ولی اگه 2 تخت است بخاطر اینکه خانومی که مدیر ایجنسی هستن هم با هم همراه هم با تو چه داده خانومی که صاحب ایجنسی با هم اومدن مدینه، ولی صرفا همینجور فقط با هم اومد و اینجا رو گرفت این کیس اگه خواست پیشم بمونه، ولی رفتش کلا خونه ای نمیدونم کیکیکش بود. منم الان منتظر میکاپ آرتیستم. بچه‌ها اومدن، خیلی باحالن، مثلا تیم خیلی باحالی هم بهم اینا رو دادن، گفتن بخوش کلا یه عکاسی یعنی سناریو داره، ولی خیلی مهربونن، خیلی خوبن. باید نقشه عروسی رو بازی میکردم که خیلی بغضی و خوشحال از شوهر کردنش. I'm gonna be an actress. What was that? What was the first? I really. Sorry. It's so hard.
اینجا دارم آب میریزم که مثلا دارم گریه میکنم. اشک شوق شوهر. خوش اومدید به آخرین روز کاری من. فقط 2 تا عکاسی مونده و فردا پروازمه. قیافه من برم 10 روز کار دارم. چقدر موقت شده. بالاخره تموم شد. اصلا فکر نمی‌کردم پسش بر بیام. 15 روز روزی 12 ساعت کار تقریبا. بچه من رسیدم. افقی بگی برای یوتیوب. برام افقی بگم برای یوتیوب. همونطوری که بابامو اول بلاگ دیدین که رسوندتم الان من دنبالم. آخرش اول و آخر فیلم خودم. بله. بعد از 13 روز کار برگشتم به خانه. جایی که خانه نیست اما خانه است. موهام شبیه سمندون شده. بچه ها مرسی که تا الان با من بودین. بله. اولین ولاگم باورم نمیشه. من اگه اینو شیر کنم پست یعنی آپلودش بکنم واقعا باورم نمیشه. به خودم اجازه میدم چون 2-3 ساله که میخوام یوتیوبمو شروع کنم اما نمیکنم. اما فکر کنم دیگه وقتش رسید. مرسی. الان که رسیدیم آخر ویدیو. این یعنی شما اولین ولاگ یوتیوب منو دیدید. باورم نمیشه. مرسی ازتون. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که ویدیو براتون آموزنده بوده باشه و ولاگ های بعدی تو راهه. قول میدم زود میذارم.